21مین نمایشگاه چوب، مواد اولیه، ماشین‌آلات، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته در تاریخ 12 الی 15 بهمن 1402 در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. نمایشگاهی که بارش برف حس و حال خاصی به اون داده بود. ولی با این وجود تأثیری در حضور علاقه‌مندان و بازدید کنندگان این رویداد نگذاشته بود و در اکثر غرفه‌ها شاهد حضور حداکثری فعالان چوب و MDF بودیم. سالن 31B، غرفه شماره 22، شرکت ورق‌های فشرده 40 ستون. میادگاه ما با دوستان و همکاران عزیز بود که البته با حضور پرشور یک بار دیگه ما رو شگفت زده کردند. 4 روز پر از دید و بازدید و تبادل نظر و انتقاد و پیشنهاد نقشه راه جدیدی در اختیار ما قرار داد تا بیش از هر زمان دیگری به ما ثابت بشه که شما شایسته بهترین ها هستید. دست شما رو به مهر و دوستی میفشاریم و قدردان شما عزیزان هستیم. امید که در کنار شما بتونیم سال پیش رو رو با کوشش و تلاش سالی پربار و پویا و پر از اتفاقات خوب رقم بزنیم.